من علامات قبول الحج از نشانه های قبول حج آن است که حالت انسان پس از حج از پیشتر بهتر گردد. اگر پیش از حج گرفتاری گناه بود، به نیکی رو آورد و اگر اهل نیکی بود، در آن بیشتر پیشرفت کند. الله تعالی می فرماید که و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا، یعنی هر کس کاری نیکی انجام دهد، الله تعالی او را به نیکی های بیشتر موفق می گرداند. از همین جاست که علما گفتند نیکی خواهر خود را فرا می خواند. پس حج مقبول در عبادت، اخلاق و رفتار حاجی تأثیر نیکی می گذارد و او را به کارهای نیکی بیشتر راهنمایی می کند.